سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. داشتیم لنتای این سراتا رو عوض میکردیم. یه نکته خواستم بگم بهتون که لنتی که رو ماشین میندازین مثلا میگین این خیلی کار کرد، لنت خوبی بود، در صورت اینجوری نیست. لنتی که زیاد کار کنه یا دیر تموم بشه نمیشه بگی لنت خوبیه، اون داره دیسکاتونو میکنه. لنتی که زود غیر عادی یه ماه لنت تموم بشه، لنتی که به وقتش تموم بشه تقریبا 20,000 تا 25,000 تا کار میکنه لنت. اینا میگن لنت های خوبیه. الان این لنت بنده خدا عوض کرده، حالا نمیدونم تو فیلم معلوم هست یا نه، نگاه دونهای زیادی درشتی هم هست. اینا آهنه تو لنت، اینا هم سود میکشه هم ترمزگیری خوبی نداره. موقع خریدم دقت کنید که جنس‌های اصلی استفاده کنید برای ماشینتون. حالا فرق نمی‌کنه ایرانی باشه خارجی باشه. لنت خوب، قطعه خوب بندازید رو ماشین که خوبم جواب بده بهتون. ممنونم.